الان با رکس و دوست داشتنی محمد پیسی هستم و خوش اومدیم به ویدیوی دیگه. اومدیم با بازی نینجا. گرافیک نسبتا خوبی داره. داستان بازی استراتژیکه. اینجا باید بپریم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. انتقاد، نظر، پیشنهاد هر چی که داشتیم برام بنویسین. ممنونم از حمایتاتون. چی میگه؟ تیر پرت کنه. اینا رو با میکنیم، سکه ها رو جمع میکنیم. قطرای شمشیر سامورایی. بچه ها بازی خیلی باحالیه تا اینجای کار. این چیه؟ جون میده بهمون. جونمون از 3 تا شد 4 تا. بچه این یه طور استتاره. حالا ببینیم چجوریه. قطرای Trash. راش. این چی میشه؟ اصلا ما ندید. حالا تمام. بازی رو سیو میکنیم اینجا. چیز پنهانی نداره. یه جور سپر محافظتیه میگه. ببینیم. بله یه جور سپر محافظتیه. چون من زیاد صحبت Out of my way. اجازه میدم که از بازی لذت ببریم. اگر بازی پیشنهادی چیزی موبایلی داشتین میتونید تو قسمت کامنت بهم بگین. حتما ویدیوتون رو جواب میدم. این ویدیو هم هولوش 20 تا 25 دقیقه براتون میذارم که حوصلتون سر نره. خب نگرفتین. بازی نسبتا راحتیه. قطرای اینطوری به من میگن حرفه‌ای و کجای کاری. به چالش میکشمتون. چی شد؟ یا خدا یا خدا. بوی غلطان با سرعت. چی؟ اژدها. سکه رو جمع کنیم. تون 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 تون. اینو بزنیم. پوش. قطرای Trash. امیر سگ سیاه. چه درختای قشنگ. چه گرافیکی بچه ها ناموسم. این هم گرافیکش حاله. حالا Like cutting melons. نمیریم بابا. مرکیسی اومد. حمله. به همین راحتی توی ویدیو براتون تموم میکنم اصلا این بازی رو. کجای کاری. بزن بریم مرحله بعد. توسه شد. یا خدا از بغل کونمون گذشت. بچه‌ها هنوز 2 تا دیگه جون داریم.
بازی اینجا تموم نمیشه. اینجا علامت شمشیره، یعنی چیزی توش پنهانه، هیچی نداره داخلش از این تله ها. حفظمتون دیگه بابا، حفظمتون. گرافیکش باحاله و جذاب. نمیریم اینجا. حالا سلطان بازی های نامنظم اینجاست. سلطان بازی های نامنظم. این دفاع داره. قطرعی بازم گوی غلطان. آجیل سولاختون میکنم. من بچه دعوایی هم. تمام. سری مرحله بعد. این بازی رو میخوام توی یه ویدیو تموم کنم. نگم برات. حتما بازی کنین، تجربهش کنین. خیلی بازی قشنگیه تا اینجای کار. استتار دفاع میکنه. نیزارات مراقب باشیم. وای دهنت سرویس. I must focus this time. دوتا جون دارم. سه تا جون شد. ولمون کن بابا. سخت‌تر چیز سخت‌تر. اینجا دشمن رو میدید که استتا. حالا دید. دهنت سرویس. یه جلو ببین. اصلا میپرم. صبر ندارم من. ای بابا. یه ذره قلقش سخته ولی دستم میاد. یه ذره باگ هم داره. حالا راحت شد تا تو شمشیر تو بزنیم و فرار کردیم.
زنگ بازی لامصب عشق. ببین هر چی بزنه من نمیمیرم. این آهانتون سرویس از اول شد. یا خدا مگه حفاظ به من ندادی؟ مسخره بازی. ولمون کن. ناموسه این همه رو باید برم. گیر تو جونو بده. تون تون آی اشاری داریم میشن بچه ها. Trash. برو بریم. بده دندسه. ای بابا عجله دارم میکنم. یه ذره تمرکز کنم خوبه. لعنت سرویس. Out of my way. بله جانم سیف میکنی؟ حالا این دیگه یعنی چی؟ یا خدا معلقم بین زمین. خب تمام باترای. بریم سراغ مرحله پنجم. Like cutting melons. این یعنی چی دیگه؟ تله میاد. سپر رو میگیریم. بزنش دیگه. برچ برو. ای دهنتون سرویس. سپره فکر کردم میمونه. ای بابا الان بمب. نه بمب نیست. یه دفعه بمب میاره تو خشتکش. بازم گوی غلطان. ابوالفضل شاتگانه. نمیری. Out of my way. تمام. ابوالفضل بازی داره کم کم سخت میشه. اونو میگیریم. گیر میفتیم.
دهنتون سرویس. ای بابا. خودشو سپرشو با هم یکی کرد. دیگه عصبانی شدم. Out of my way. بیگ بنگ. بس صبر کنم که این بیاد میتونم از زیرش رد شم. حالا بابا دهنتون سرویس. تمام. بریم مرحله بعد. مرحله 6. این چیه؟ یعنی چی؟ آها. خب یه ذره فکرمونم به چالش میکشه. همینطور یلخی رد دیگه نمیکنم. یا خدا این باچ پونه انده. باز از این طلا ها یه حفظ هم دیگه. حفظ. این مثلا میخواست چیکار کنه من اینجا گیر بندازم. هیچ کاری نمیتونم بکنم. دهنتون سرویس. این طلا داره. از اینجور طلا داره. دوره تمام. حلال آمسته اذیت میکنه. دهنت سرویس. اصلا ندیدم کورم. اونم خیلی کمه. الان یه دونشون بیشتر نداره. به بازم تمومه. بچه سکوت کردم. واقعا اینجاش حساسه. بله سپر جون هر کی دوست داری بده. تمام. خب میگیریم. گم کن بابا. تپانچه رو بکن اونجایی که میسوزه. جون میگیریم. حالا یه ذره سیفتر شدیم. زهر مار. دهنت سرویس. یه دفعه میکنه تو خشتکت. عجب. حالا Out of my way.
و تمام. بچه واسش خیلی باله. عشق کردم عشق. مرحله بعد فیسکم تو راهه. براتون میخوام ویدیو رو با تصویر بگیرم. عشق البته همچین تصویر جذابی هم ندارم ولی بالاخره امیدوارم که خوشتون بیاد. اینجا پنهان میشه. یا خدا بچه چند دقیقه شد؟ این دیگه مرحله آخره دیگه شما هم خسته نشین. این مرحله آخر رو رد میکنیم و تمام. دهنت سرویس. دیدین بچه ها؟ آبرو برو بمیر دیگه. دهنت سرویس. برمیداریم. ایزی ایزی. یا خدا گفتم زد در قاشم. یا خدا یه دفعه بوم. خیلی سریع فوری انقلاب. دهنتون سرویس. دو تا جون دارم هنوز. صبر میکنیم عجله ای نداریم. تمام بچه این تا اینجای کار. اینجا دیگه بازی رو پایان میرسونیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. با امید روزای جدید و پیشرفت‌های جدید. پیس اوت.